سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با لاک پشت آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. لاک پشتانان ابری کمانانن، خزندگانی با لاک استخوانی پشتی و لاک استخوانی شکمی هستند که بر بند اندام حرکتی آنها درون دنده هاست و دندان ندارند. 300 گونه مختلف داره. بیشتر بدن آنها به وسیله یک استخوان با صدف قضلوفی حفاظت شده است. این استخوان از دنده های آن گرفته شده. صدف لاک پشت از صفحه های شاخی تشکیل شده که استخوان را میپوشانه. سطور مهره ها، دنده ها و چند استخوان دیگر لاک پشت به سطح داخلی این لاک متصله. همین باعث میشه که لاک پشت بسیار کند حرکت کنه. لاک پشتی آنها را اصطلاحاً پشت لاک و لاک شکمی را زیر لاک میگن. در بیشتر لاک پشت ها سطح بیرونی لاک ها با فلزهای زبر و تیزی پوشیده شده که سپرچه نامیده میشه. در اطراف این آرواره ها استخوان‌های تیزی برای خرد کردن غذا وجود داره. سالیان دراز عمر میکنه و کمتر مریض میشه. میتونه برای مدت طولانی غذا نخوره. حیوانی گیاهخوار، به ندرت حشره میخوره. بیشتر جوانهای کاهو خوشش میاد. حیوان اجتماعی، بیشتر لاک پشت‌ها صورت دست جمعی یا جفت جفت زندگی میکنن. کافیه به روپوشی که زیر شکم لاک پشته نگاه کنید. اگه زیر شکمش بیضی شکل و مهدب بود نره، و اگر تن باشه ماده. بیشتر اون خود را در دریا زندگی میکنن، ولی در فصل زاد و ولد برای جفتگیری به آبهای کم عمق میان. پشتای ماده شب به ساحل میان و تخم گذاری میکنن. بیشتر آنها شب را به کندن چاله مشغولن. 20 تخم میذارن. 9 ماه طول میکشه تا بچه‌ها از تخم بیرون میان. لاک پشت‌ها از لانه بیرون میان و به طرف دریا میرن. بچه لاک پشت‌ها دشمنان زیاد داره. انسانی که از دشمنان آنه. به همین دلیل قبل از اینکه به سن تولید مثل برسه کشته میشه. پیتر لاک پشت پیدا شده در جزیره سیشل 20 از 150 سال عمر داشته. بزرگتر لاک پشت‌ها پشت چرمیان. روش بیش از 8 متر داشته. وزن بیش از 100 کیلوگرم. لاک پشت خوراکی سواحل فلوریدا به نام ترابی از کوچکترین لاک پشت‌هاست که به طور عمودی در آب‌های شیرین زندگی میکنه. بسیاریشون دارای رنگی روشنی هستند. حدود 250 گونه مختلف از لاک پشت‌ها و سنگ پشت‌ها در دنیا وجود داره. در زیستگاه مختلف از اقیانوس گرفته تا صحراها زندگی میکنه. در مکان‌های با آب و هوای سرد قادر به زندگی نیست. معروف‌ترین گونه‌های لاک پشت بیابانی در صحراهای شمالی آمریکا زندگی میکنه. از گیاهان تغذیه میکنه. برخلاف دیگر حیوانات صحرایی در تیپ‌های جلویی مسطحی داره هست. از آنها برای کندن حفره‌های باریک استفاده میکنه. از این حفره‌ها به عنوان اقامتگاه زمستانی استفاده میکنه. قدش تا 41 سانتی متر میرسه. بیشتر در کویر و تیگانستان هاست. در غرب آمریکا و مکزیک. تغذیه لاک پشت بیابانی از گیاهان کویری مثل کاکتوسه. لاک پشت جنگلی، لاک پشت آب شیرین دریاچه‌های شمالی آمریکا، کانادا زندگی میکنه. بیشتر زندگی خود را بیرون از آب در مکان‌های مرطوب سپری میکنه. او از چنگال‌های تیز است برای کنار زدن برگ‌ها و گیاهان از جستجوی غذا استفاده میکنه. قدش تا 20 سانتی متر میرسه. چه در جنگل‌ها زمینه مردابی در شرق کانادا و شمال شرقی آمریکا زندگی میکنه. لاک پشت جنگلی از حلزون‌های دریایی، حشرات و میوه‌هاست. لاک پشت چرمی، لاک پشت چرمی بالغ برخلاف دیگر لاک پشت‌ها هیچ پولکی بر روی پشت خود نداره. در عوض پوسته زیر لایه‌اش از پوست کوهش مانند پنهان شده. این لاک پشت‌ها که بزرگترین لاک پشت‌های دنیا بالاهای گسترده‌ای داره. شناگرانی حرفه‌ای‌اند. روای قیچی شکل ضعیفی داره و هیچ چنگالی بر روی بالاهای خود نداره. قدش تا 8 متر هم میرسه. وزنش معادل 568 کیلوگرمه. محل زیستم در اقیانوس آزاده، دریاهای استوایی سراسر جهان. غذاش هم بیشتر دارای دریاییه. لاک پشت‌های نرمکاسه از خانواده نرمکاسه‌وارانه. چنگالی هم گفته میشه. خیلی بزرگترین لاک پشت آب شیرین در جهانه. دوستان مرسی آنجا همراهام بودید. لایک و فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.